من جلسه رو با ترجمه از یکی از شعرهای حسین مکی‌زاده از یهودا عمیخای، اگه درست تلفظ کرده باشم، شروع میکنم. قطر بمب 30 سانتی متر بود و قطر برد مؤثرش 7 متر تقریبا، با 4 کشته و 11 زخمی و اطراف اینها در دایره‌ای بزرگ از رنج و زمان 2 بیمارستان پراکندند و 1 گورستان. اما آن زنی که دفن شده بود در شهری به فاصله بیش از 100 کیلومتر آن دایره را بسیار گسترده تر می کند و مردی تنها که در مرگش سوگوار است در ساحل دور کشوری در آن سوی دریا تمام جهان را در دایره می آورد. و من صدای ناله یتیمان را نمی گویم که تا عرش خداوند می رسد و از آن می گذرد. دایره‌ای می سازد که نه انتهایی دارد و نه خدایی. باز هم خیر مقدم میگم به همه دوستانی که تشریف آوردن و اینجا ما در خدمتشون هستیم. در شروع از آقای ستاره جلیلزاده خواهش میکنم که تشریف بیارن و شعرخوانیشون رو داشته باشن. سپاس، دست در نکنه خانم حسینی عزیز. در فکر خوابهای بی صورتم، آن کبوترهای هر روز، نفس به شماره می افتد، کاردها تیز می شوند. این از کتاب پیشانی هم پر شده از گنجشک خوندم. با درود و سپاس از دعوت انجمن فرهنگی پرسش، همچنین سرکار خانم حسینی گرامی و دوستان مترجم و عزیزم، خوشحالم که امشب در کنار شما هستم، همینطور بینندگان فریختتون، با خوندن چند شعر کوتاه از چند شاعر معاصر عرب و البته با شعار نه به جنگ، با این امید که شاهد غلبه عقلانیت بر سبعیت نظام‌های جنگ طلب باشیم. شعر نخستم رو از شاعر و رمان نویس و مترجم عراقی سنان آنتون که الان هم در آمریکا زندگی میکنه، مدرس دانشگاه هستش و کتاب آن تک درخت انار ایشون رو من ترجمه کردم. شعری داره به اسم قطار مردگان. قطار مردگان بلیت نمیخواهد. آنجا فرشته‌ای لبخند زنان زمزمه می کند. سفر کوتاهی پیش روست. بعد اشاره می کند به کوپه‌ای خالی، به رخت خوابی از نمنم باران، به بالشی پر از رشته‌های ابر، به عزیزانی ایستاده بر پیاده‌رو ایستگاه به انتظار. قطار راه می افتد. نه صدایی می شنوم نه چیزی. در کوپه کناری اما مردی سر بریده‌اش را بغل کرده زار می زند. زار. این شعر از سنان آنتون بود. شعری هم از زنده یاد سعدی یوسف می خونم، باز شاعر عراقی به اسم شب سرخ. شمعی در مسیری طولانی، شمعی در چرت خانه ها، شمعی برای مغزهای وحشت زده، برای نانوایی ها، برای روزنامه نگاری لرزان در دفتری خالی، شمعی برای مبارز، برای پزشکی کنار خانواده، برای یک زخم، شمعی برای سخنی رک، برای پله ها، برای هتلی مملو از پناه جویان، شمعی برای خونیاگر، برای گویندگان خبرها در پناهگاه ها، شمعی برای شیشه آب، برای هوا، برای 2 معشوق در اتاقی عریان، شمعی برای آسمانی تیره و تار، برای آغاز، برای پایان، برای واپسین ملاقات، شمعی برای وجدان، شمعی در دستم. شعر بعدی از باز زنده یاد سرکمبولس، شاعر آسوری عراقی هم میخونم، به اسم نامه رسید.
گفتی تو داری می نویسی و بمب ها فرو می آیند. تاریخ سقف ها را محو، ظاهر خانه ها را ویران می کنند. گفتی می نویسم این را برای تو و خدا اجازه می دهد آنان سرنوشتم را بنویسند و همین مرا بس که شک کنم که او خدا نیست. گفتی واژه‌هایم این آفریده های تهدید شده با آتش اگر نبودند من نیز زنده نبودم. اون زمان که بروند آنها را با همه زیبایی هاشان برمیگردانم. درست مثل بستر سفیدم در شب هجوم وحشی ها. من اما هر شب تا سپید دمان با شعر شب زنده‌داری می کنم. گفتی به کوهی نیاز دارم، به ایستگاهی، به واپسین انسان و نامه را پست کردی. شعری از جان دوست، شاعر کرد سوریه میخونم. 2 تا تیکه کوچیکن، خیلی پر احساسه. میدونید ویرانی که در سوریه واقعا به وجود اومد دل بسیاری از فرهیختگان شعر و ادب رو هم خیلی سوزوند، از جمله جان دوست عزیز رو. دخترکی آواره گریه کنان زار میزند. مادر کفشهایم گم شدند، نمیتوانم راه بروم. مادر با بوسه‌ای بر پیشانیش گفت چشمهای کفشهایت گلم، بیا روی مژه‌هایم راه برو. شعر دومش: ویولونی که میپنداشتم با تارهای بریده زیر آوار منزل عمویم مدفون شده نمرده است، اونگونه که عکاس میپنداشت. من اما از اینجا، از این غربت گنگ زده، حق حق نواهایش را میشنوم. 2 تا شعر کوتاه باز از آدونیس میخونم و فرصت رو بدم به بقیه دوستان عزیزم. شعر اول از 2 تا شعر رو از آدونیس میخونم. آدونیس شاعر سوریه هم هستش باز و از شاعران بسیار معروف معاصر عربه، به نام بادهای جنون‌آمیز. درشکه‌های روز اکسیده شدند، تک سوار نیز. من از آنجا می آیم، از سرزمین ریشه های بی حاصل. اسبم شکوفه خشکی است و راهم بسته. شما برای چه به سخره می گیریدم؟ بگریزید، من اونجاییم، با تن پوشی از جنایت آمدم. برایتان بادهای جنون آمیز آوردم. شعر بعدیش اسمش از صندلی. سالها در شهر فریاد زدم، ای پوست جهان میانه دستانم. سالها زیر لب ترانه‌ام را در آتشی گلرنگ پی کشتی زمزمه کردم. همه یا هیچ، ای نوادگان کوچکم. خسته شدم از خویشتن، از دریاها برایم صندلی بیار. دست شما درد نکنه که گوش دادید. ممنون، سپاس. صداتون قطع خانم. مرسی ممنون. بسیار عالی بود، بسیار لذت بردیم. ممنون که دعوت ما رو پذیرفتین و تشریف آوردین. و در اینجا یه بخش خیلی کوتاهی از شعر شیرکو پیکس رو میخونم براتون. نمیدانم چه کسی صاحب من است، کدام خدا صاحب من است، کدام شیطان. نمیدانم چه کسی حامی من است، نه آسمان به دادم میرسد، نه دنیا، نه قانون، نه ناقوس کلیسا و نه مناره مسجدها. نمیدانم آخر من به که و به چه سوگند یاد کنم. نمیدانم چه کسی پناه و پشتیبان من است. من اکنون کوهی بی سوگندم، سوگند من دود است.
حرفم خاکستر، فریادم چون کشته شدگان و هرچه کوچی برایم به بیراه است. از محمد رضا فرزاد عزیز دعوت میکنم که در خدمتشون باشیم. ممنون میشم که از خود فرزاد بشنویم و در خدمتشون. و لطفا اگر صحبتی در رابطه با ادبیات جنگم داشتی خوشحال میشیم بشنویم. سلام عرض میکنم به همه عزیزان، شبتون بخیر و صبح پاییزی شما توی ونکوور همینجور. البته فضل تقدم با دوستان عزیزی هستش که من سالها پیش خودم خواننده ترجمه هاشون بودم، آقای عبداللهی، آقای مکیزاده و دیگران. عرض کنم خدمتتون که من فکر کنم که هرچی کمتر در مورد حالا مسئله خود شعر جنگ و اینا صحبت کنیم، از اطاله کلام جلوگیری کردیم. به هر حال جنگ، تاریخ شعر جنگ در قدمت تاریخ انسان هست و از شعر یونان باستان و هوراس شروع میشه تا به امروز و خب حداقل در قرن 20 که قرن جنگ های متمادی هستش، ما همیشه متعاقب جنگ ها یا در همون دوره شعر داریم. جنگ جهانی اول و دوم و جنگ ویتنام مثلا، نسل بیت ها یا شاعران که در جنگ جهانی شرکت کردند زخمی شدند، آسیب جسمی و روحی خوردند، از آپولینر و دیگران بگید. شاعرانی که سرباز بودند، خودشون درجه دار بودند و یا پرستار بودند. به هر حال برخورد قنایی دارن با جنگ، برخورد کنایی مبتنی بر آیرونی دارن، طنز تلخ رو توش میبینیم. یعنی یک گستره خیلی خیلی وسیعی از مضامین و فرم ها رو داریم که فکر میکنم که شاید الان دیگه وقت این که ما خیلی وارد حالا یه جور سنخ شناسی بشیم یا تاریخ بگیم یا اینها بهتره. من لااقل نشم، نه سوادم قد میده، نه فکر میکنم زمان اجازه میده و ازتون میخوام که فقط به لطف خوندن چند تا شعر اکتفا بکنیم. از این حیث که اسم بردم از شاعرانی که در جنگ بودن، شاید بد نباشه یه شاعری که شاید کمتر آشنا هستیم باهاش، شاعر زن لهستانی به نام آنا شفیر یا شویر رو معرفی کنم بهتون که هم دوره با شیمبورسکا هست، حتی دوره‌ای در یک آپارتمان با هم زندگی میکردن و از قضا ایشون پرستار بودن در جنگ و آنچه که بعداً در 3 دفتر شعرشون گفتن و همون 3 دفتر به سنت شیمبورسکا که با تعداد کمی شعر نوبل گرفت، ایشون هم با 3 دفتر خودش رو به عنوان یکی از بزرگترین شاعران قرن 20 لهستان معرفی کرد و امیدوارم که حالا دفتری از اشعارش که من ترجمه کردم روی چاپ ببینه در ایران و ما بیشتر باش آشنا بشیم. توضیح بیشتری ندم و اجازه بدید که چند شعری از شویر بخونم که از سرزمین شاعران عرب به لهستان بیایم و واکنش با چند دهه قبلتر شعرهایی از ایشون بخونیم. این شعر اسمش از عین زاو. 5 صبح در خانه‌اش را میزنم، از لای در میگویم پسرت سربازه داره توی بیمارستان خیابون سیلسکا میمیره. در را نیمه باز میکند، زنجیرش را بر نمیدارد، زنش پشت سرش بال بال میزند. میگویم پسرت خواست مادرش بیاد. میگوید مادرش نمیاد. پشت سرش زن بال بال میزند. میگویم دکتر اجازه داده بهش شراب بدیم. میگوید
یه لحظه وایسا. از لای در بطری به دستم میدهد، در را قفل میکند، 2 قفله. پشت در زنش عین زاغو جیغ میزند. شعر دیگری از اشویر بخونم. بچه 2 ماهه است. دکتر میگوید بی شیر بچه میمیرد. مادر تمام روز در پناهگاه ها تا آن طرف شهر را میگردد. در چرنیاکوف قصابی گاوی دارد. مادر از میان گل و قلب سنگ و جنازه سینه‌خیز پیش می رود. با خود به قدر 3 قاشق شیر می آورد. بچه 1 ساعت بیشتر عمر می کند. اجازه بدید شعر دیگه ای ازش بخونم، چون کوتاه اجازه میخوام چند تا شعر بیشتر بخونم. این دستور باید ظرف 1 ساعت ابلاغ شود. سرهنگ گفت. محال است، آن بیرون جهنمی بپاست. ستوان دوم گفت. 5 دختر پیک شدند و راهی. 1 فقط توانست. دستور ظرف 1 ساعت ابلاغ شد. اجازه بفرمایید. پادگان رو زیر آتیش می ساختیم و حسابی ترسیده بودیم. میخونه داره و نشمه جواهرسازه و سلمونیه. همه ما بزدلا. دختر خدمتکار داشت سنگ فرش رو خرکش میکرد که افتاد رو زمین. بد جوری ترسیده بودیم. همه ما بزدلا. مستخدم اداره و بازنشسته و زنده از فروشه. داروخونه چی داشت در توالت رو زمین میکشید که افتاد رو زمین. ترسمون بیشتر شد. زن قاچاقچیه و خیاطه و راننده تاکسیه. همه ما بزدلا. یکی از بچه‌های دارالتأدیب هم داشت گونی شن رو میکشید که افتاد. میفهمی؟ واقعا ترسیده بودیم. با اینکه هیچ کی زورمون نکرده بود پادگان رو ساختیم زیر آتیش. همه ما بزدلا. عرض کنم خدمتتون اجازه بفرمایید شعری بخونم از اینها رو از اشویر از من داشته باشین. 1 شعر از سزار بایخو میخونم که تقریبا تو همه آنتولوژی‌هایی که در مورد شعر جنگ هست این رو من دیدم. شعر معروفی است. از اون میخونم و 1 شعرم با اجازه آقای جلیلزاده از محمود درویش. این شعر از اشای ربانی از سزار بایخو. در انتهای جنگ که رزمنده مرده بود مردی آمد و به او گفت دوستت دارم نمیر. اما دریغ مرده همچنان میمرد. 2 دیگر آمدند و باز به او گفتند ترکمان مکن، دل قوی دار، برگرد به زندگی. اما دریغ مرده همچنان میمرد. 20 تن، 100 تن، 1000 تن، 500,000 تن به سراغش رفتند. فریاد برآوردند این همه عشق و هیچ هماوردی با مرگ. اما دریغ مرده همچنان میمرد. دمی بعد 1,000,000 تن به گردش ایستادند به 1 تمنا با ما بمان برادر. اما دریغ مرده همچنان میمرد. و بعد تمام آدمیان زمین به گردش ایستادند مرده غمگین
به هیچ عاطفه در آنان خیره شد. کند از جا برخاست، اولین کس را در آغوش گرفت و به راه افتاد. و شعر آخر برای اینکه من زحمت کم کنم، از محمود درویش. بارانی آرام در پاییزی دور و گنجشک ها آبیند آبی و زمین ضیافتی. به من مگو که من ابر فرودگاهم، چون من هیچ نمیخواهم از سرزمینی که افتاد از پنجره قطاری بیرون، جز دستمال مادرم و دلایلی برای مرگ نو. بارانی آرام در پاییزی غریب و پنجره ها سفیدند سفید و خورشید اناری در گرگومیش عصر و من نارنج بنی متروک. پس از چه روی می‌گریزی از تنم، حال که من هیچ نمیخواهم از سرزمین خونواژه ها و بلبل، جز دستمال مادرم و دلایلی برای مرگ نو. بارانی آرام در پاییزی حزین و میادها سبزند سبز و آفتاب وهمی. مگو تو را در مرگ یاسمن دیدیم، چهرم شبی بود و مرگم جنینی و من هیچ نمیخواهم از سرزمینی که لهجه غربت از یادش برد، جز دستمال مادرم و دلایلی برای مرگ نو. بارانی آرام در پاییزی دور و گنجشک ها آبیند آبی و زمین ضیافتی. و گنجشک ها پر کشیدند به زمانی که باز نخواهد گشت و تو میخواهی بدانی وطنم کجاست و باشد بین من و خودت. وطنم سروری است در زنجیر، بوسم بوسه‌ای پستی و من هیچ نمیخواهم از سرزمینی که مرا کشت، جز دستمال مادرم و دلایلی برای مرگ نو. مخلص. مرسی مرسی، واقعا تشویق داره. مرسی، خیلی خوب بود فرزاد، مرسی. چقدر کار سخت و بدی من دارم اینجا نشستم بعد از شنیدن این شعرهای خوب، حالا باید حرفم بزنم. خیلی خوب، عالی بود. مرسی فرزاد جان، هم شعرها ترجمه عالی، اجرا عالی و مطمئنم که همه مثل من تحت تاثیر قرار گرفتن. مرسی مرسی واقعا. بزرگوارید، ممنونم، متشکرم. اینجا من آقای عبداللهی رو دارم میبینم. سلام عرض میکنم خدمت علی عبداللهی عزیز، شاعر و مترجم پرکار و عالی زبان آلمانی. ما داریم کل جهان رو امروز فکر کنم یه دور میزنیم. برای معرفی علی عبداللهی واقعا فقط میتونیم بگیم شاعر و مترجم، چون اینکه بخوام الان اسامی کتابای ایشونو بگم یه 10 دقیقه فکر کنم وقت ببره. بیستا دیگه دوستان خودشون زحمت بکشن و برای شناختنامه ایشون دنبال کنن. خوشحال میشیم در خدمتتونیم، خوشحال میشیم بشنویم. خواهش میکنم. من سلام عرض میکنم به همه دوستان. خیلی خوشحالم که در کنار شما هستم. از مؤسسه پرسش هم تشکر میکنم. والا درباره جنگ و شعر صحبت کردن تو ادبیات آلمانی، صدای من میاد نه؟ آره علی جان، صدات واضحه. بله. خیلی زمان زیادی میبره. من نمیدونم چقدر وقت دارم که به اصطلاح در این مورد صحبت کنم، ولی یه خیلی 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 مختصر در حد 2-3 دقیقه صحبت میکنم در مورد جنگ و شعر. از زمانی که بشریت وجود داشته جنگ هم بوده و شعر هم بوده. این یک اصل بسیار بدیهی هست و
تا دوران کلاسیک جنگ در واقع بیشتر در ادبیات آلمانی دست کم و خب در ادبیات دیگه هم همین حالت داره، بیشتر وجه حماسی داشته و قهرمانی و وطن پرستی و وطن دوستی و نمیدونم سلحشوری و این مسائل بوده. و اون چی که از جنگ ما در ادبیات آلمانی داریم تا قبل از جنگ جهانی اول، همه شعرهایی هستن که یا در توضیح چرایی جنگ هستن و حالت قهرمانی دارن و یا در واقع پسا جنگ هستن، یعنی درباره عواقب جنگ گفته شدن که خیلی شاعرایی هستن حتی در قرون وسطا که درباره عواقب بعد از جنگ، پیامدهایی که جنگ داشته، مثلا جنگ‌های 30 ساله، جنگ‌های مختلفی که در اروپا بوده، درباره‌اش شعر نوشتن و مثل رشادت‌ها و نمیدونم قهرمانی‌ها و حالت‌های وطن دوستی و بعد بیشتر شعرهای در قبل از جنگ جهانی دوم موضوعاتش این بوده. ولی از جنگ جهانی اول به بعد به قول میشائیل هامبورگر میگه که در اون مایه قهرمانی و وطن دوستی دیگه مضمون مناسبی برای شاعران تلقی نمیشد و از اونجا به بعد هست که شعر در واقع در تقبیح جنگ یا آنتی کریگ در واقع ضد جنگ شعر گفته شد و اوایل شعرهای که درباره جنگ هست بیشتر وصف حال کسانی هست که شاعرانی هست که خودشون در جنگ بودن و درباره تجربه های خودشون در جنگ شعر گفتن و مثلا سرباز بودن یا به اصطلاح امدادگر بودن یا به هر طریقی توی جنگ شرکت داشتن. بعدها این شاعران تجربه های خودشون از جنگ رو به صورت شعر بیان کردن که ما میتونیم مثلا شعرهای از دوران قرون وسطا میتونیم مثلا فریدریش فون لوگائو رو نام ببریم که در 1640 به دنیا اومد و یه شعر داره به نام واژگان جنگ و اندراس گریفیوس شاعر قرن 17 هست که در اشک‌های وطن در سال 1636 وصف کرده شعرهایی که در واقع احساسات خودش از بعد از جنگ در وطنش به وصف نشسته و کارل کروزر هست که به نام سرباز مختصر شعری گفته و بعد از اون ما کسایی که میبینیم همشون شاعرای در اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 هستن، مثل گیورگ تراکل که یه شعر خیلی معروف داره، شاعر اکسپرسیونیست معروف که در واقع در فاصله اوایل جنگ جهانی اول زندگی میکرد و شاعر اکسپرسیونیست آلمانی است. یه شعر داره به نام گرودک که درش درباره جنگ صحبت میکنه و گیورگ هایم که یک شعری داره به نام جنگ، اونم اکسپرسیونیسته و جنگ رو در واقع پیش بینی میکنه که همچون یه غولی در واقع بسیار بزرگ از بردشت ها و پهنه ها راه میره و هر چیزی که در جلوش هست نابود میکنه. بعد دیگه شاعرایی که ما ازشون شعر میشناسیم در واقع بیشترشون با مخاطبان میشناسنشون، مثل ماریا لویز کاشنیتس که شعر معروف هیروشیما رو داره و روز آوسلندر که خیلی شعر داره در زمینه جنگ. یکیشون امید هست و هیلد دومین هست یا بزرگترینشون شاید بشه گفت پال سلان هست که خودش تجربه یهودی بود و تجربه به اصطلاح کوره‌های آدمسوزی اینا رو داشت و خانواده‌اش توش نابود شدن. و اریش کسنر هست که جزو شاعرایی هست که در دوران هیتلر از آلمان خارج نشد و در آلمان حضور داشت، با اینکه بسیار خطرناک بود، ولی اون هم یکی از شاعرای بعد از جنگ هست، در واقع درباره جنگ شعر گفته. یکی از شعراش فانتزی پسفردا هست و گونتر آیش هست، اینگوگ باخمن هست که شعر تمام روزها هست و مهمترینشون شاید بشه گفت برشت هست که دیگه در واقع هم شعر اجتماعی داره و هم شعر در واقع ضد جنگ و ضد هیتلر.
ما در بررسی شعر جنگ باید در واقع در نظر داشته باشیم که جنگ جهانی اول و دوم در آلمان خیلی خساراتی به بار آورد و از اونجا به بعد بود که ما ادبیات ضد جنگ رو به وفور در میان شاعران آلمانی و نویسندگان آلمانی میبینیم و شاعر بعدی اریش فرید هست که خیلی هممون میشناسیمش و شاعر مطرحیه و شاعر دیگه الزه لاسکر شولر هست که اونم اکسپرسیونیست بود و بعد نلی ساکس هست که جایزه نوبل رو گرفت و گونت کونرت هست و ارنست یاندل هست که شاعر زبانی بود و هانس ماگنوس انسنسبرگر هست که مدت پیش درگذشت در سن 90 و چند سالگی و ولف بیرمن هست که ترانه‌سرا هست و شاعر. اینها شاعرایی بودن که درباره جنگ شعر گفتن. من چند تا شعر از شاعران آلمانی میخونم از اون آثاری که در کتابای خودم چاپ کردم. فکر میکنم شعری که باید قبل از همه بخونم شعری از اریش فرید هست درباره اسمش هست گوش کن اسرائیل. میدونیم که اریش فرید خودش شاعر یهودی بود و در زمانی در BBC کار میکرد و از اونجا کنار اومد و نظر انتقادی به اسرائیل داشت، به اسرائیل سفر کرد، ولی بعدها کارهای اسرائیل که دید، اقدامات اسرائیل که دید و از این ناامید شد از این تشکیل دولت اسرائیل و این شعر یکی از شعرهایی هست که چند شعر دیگه هم گفت ولی این شعر یکی از شعرهای معروفش هست که اصلا خطابش به اسرائیل هست. گوش کن اسرائیل، وقتی تعقیبمان می‌کردن من هم یکی از شما بودم. اکنون چگونه میتوانم یکی از شما باشم وقتی خود تعقیبگر دیگرانید؟ در اشتیاق آن بودید که چون ملت‌های دیگری شوید که شما را می‌کشتند، اکنون خود الحق همانند آنان شدید. جان سالم به در بردید از چنگ آنهایی که بر شما خشونت ورزیدند. آیا اکنون وحشیگری همانان در خودتان لانه نکرده است؟ به سیلی خوردگان فرمان دادید کفش‌هایتان را در بیاورید و آنها را همچون گناهکاران به ریگزارها راندید. به معبد بزرگ مرگ با صندل‌های ریگ، آنها اما گناهی که شما می‌خواستید بر گردنشان افکنید هیچ نپذیرفتند. رد پاهای عریانشان بر ریگزار تفته برجاست و چاله بمب‌ها بر رد تانک‌های شما نیز. این شعر در واقع خطاب به اسرائیل گفته شده و در کتاب سکوت آینده من است در ایران چاپ شده و شعرهای زیادی تو همین کتاب هست، باز به نحوی علیه قدرت و علیه هیتلر و علیه درباره صلح که در باره صلح توی گفته. شاعر بعدی که من میخونم برتولت برش هست که شعرهای خیلی زیادی داره درباره جنگ، خیلی میشه ازش شعر خوند. من چند تا کوتاه انتخاب کردم که براتون. بر دیوار. روی دیوار با گچ نوشته بود آنها جنگ طلب هستند. آن کس که آن را نوشته خود اکنون بر خاک افتاده است. شعر بعدی در مرگ مبارز راه صلح. آن که تسلیم نشد نابود شده است. آن که نابود شد تسلیم نشده است. دهان هشدار دهنده پر از خاک شد. ماجرای خونین آغاز می شود. بر مزار دوستدار صلح خیلی سربازان پا می کوبند. پس مبارزه عبث بود. آن که نابود شد تنها او نمی جنگید. پس دشمن هنوز پیروز نشده است. یا شعر بعدیش به نام جنگ. جنگی که در خواهد گرفت نخستین جنگ نیست. پیش از آن جنگ های دیگری هم بودند. وقتی آخرین جنگ تمام شد پیروزمندان بودند و شکست خوردگان. فرودستان سرزمین مغلوبان گرسنگی میکشیدند و فرودستان سرزمین فاتحان نیز.
فرادستی ها میگویند جنگ و صلح از دو قماشند، ولی صلح و جنگ آنها مثل باد است و طوفان. جنگ از صلحشان رشد میکند، مثل پسر که از شیری جان مادر، و قیافه هراسناکی دارد. جنگشان میکشد هر آنچه را که صلحشان بر جا گذاشته است. بعد چند شعر دیگه از شاعرای دیگه میخونم، دیگه مرخص میشم از خدمتتون. یه بخشی از شعر همسرایی ما نجات یافتگان از نلی ساکس. همسرایی نجات یافتگان. ما نجات یافتگان از میان آنان که مرگ نیلبک‌هایش را از استخوان‌های لاغر ایشان می‌تراشید و از اشتیاقشان کمانش را نیز، پیکرهامان هنوز با موسیقی خاموششان شکوه می‌کنند. ما نجات یافتگان برابر دیدگانمان در آسمان آبی هنوز هم حلقه‌هایی برای گردنمان آویزان است. همچنان با قطره قطره خونمان ثانیه‌های ساعت شمار می‌گذرد. ما نجات یافتگان همچنان کرمه‌های هراس ما را می‌جوند، پیشانیمان در غبار مدفون است. و بند آخر: دست‌هایتان را می‌فشاریم، دیدگانتان را باز می‌شناسیم، اما همچنان بدرودی در غبار ما را به شما پیوند می‌دهد. بدرودی در غبار با شما پیوندمان می‌دهد. شعری از انسنزبرگر میخونم به نام کنگره صلح. هواپیمایی بر عرشه فرود می آید، حامل 100 دروغگو. شهر با دسته های گل به استقبالشان می آید، همراه بوی نفت خام و عرق و بادی وزان از صحراهای آسیا. دروغگویان زیر نورافکنها به 50 زبان می گویند ما با جنگ مخالفیم. در سکوت به آنها حق می دهم. آنها حقیقت را می گویند، اما چرا به 50 ساعت وقت نیاز دارند برای بیان تنها یک جمله؟ وقتی می روند گلها پلاسیدند، جاسیگاری ها از تحصیگاری های همرأی لبالبند، تحصیگارهای بی هیجان، تحصیگارهای مرغ نخورده، و صلح در تفتانها شناور است. در ساختمان سفید زیر نورافکنها در همان ساعت راستگویان حقیقت دیگری را اعلام می کنند. جنگ دارد در می گیرد. دروغگویان ککشان هم نمی گذد. در ساختمان سفید گلها تازه‌اند، تفتانها گندزدایی شده‌اند و جاسیگاری‌ها مثل بمب تمیزند. جریان بادی از فراز شهر می گذرد. از دشت‌های آسیا، از بالای دار زنی صفیر می کشد، زنی که در راه زندگی خود می جنگد. و یه شعر دیگه هم می خونم، یا احیانا 2 شعر دیگه اگر که وقت باشه دیگه مزاحمتون میشم. این شعر از ولف بیرمان هست، شاعر معاصر آلمانی. کی صلح از راه می رسد؟ در این دنیای دیوانه کی صلح می کند خانه؟ زرادخانه های عظیم رنجهای رهاوردشان رنجهای عظیم است. زمین غرق خونه، مردم مثل بارون بهار میگریند، بچه ها شکمشون قارقور میکنه، مرگ هولناک دندون نشون میده. تقصیر زنجیرا نیست، تقصیر بمبا نیست، آدمان که آدما رو تهدید میکنن. در جهان باژگونه و ویران چنان عرصه بر ما شده تنگ که جز مرگ ما را نمانده است راهی مگر صلح از ره بیاید. زمین غرق خون است، زمین غرق خونه، مردم مثل بارون بهار میگریند، بچه ها شکمشون قارقور میکنه، مرگ هولناک دندوناشو نشون میده. تقصیر زنجیرا نیست، تقصیر بمبا نیست، آدمان که آدما رو تهدید میکنه. و یه شعر دیگه این از اینگبورگ باخمن هست، شاعر اتریشی. همه روزها جنگ دیگر اعلام نمی شود بلکه ادامه می یابد. پلشتی کار هر روزه است، قهرمان از جنگاوران دور می ماند،
ناتوان به خط مقدم رفته است. اونیفرم روز بردباری است و نشان ستاره‌های حقیر امید بر سینه. زمانی اهداش می‌کنند که دیگر چیزی رخ ندهد، که آتش طبل‌ها فرو میرد، که دشمن به دید نیاید و سایه سلاح‌های ابدی آسمان را یکسر پوشانده است. اهداش می‌کنند به پاس فرار از خدمت، به پاس دلیری در برابر دوست، به پاس برملا کردن رازهای ناچیز و به پاس سرپیچی از هر دستوری. خیلی ممنون از لطفتون. شعر زیاد بود ولی دیگه وقت بسیار بسیار سپاسگزار. مرسی ممنون، لذت بردیم، خیلی خیلی محبت کردیم که تشریف آوردین، دعوت ما رو پذیرفتین و ممنون. زنده باشین، سلامت باشین. از آقای سالاری خواهش میکنم که اگر آمادگیشو دارن تشریف بیارن و در خدمتتون باشه. خواهش میکنم. درود بر همه دوستان. ببخشید من دقایقی پیش در مورد یک کلمه، بهتر بگم یک جمله، تردید داشتم و ترجیح دادم درستش کنم و خیلی خوشحالم که از دوستان قدیمی رو اینجا حتی به صورت مجازی ملاقات میکنم. من فقط یک شعر میخونم و توضیح چندانی ندارم که بدم، ضمن که خانم حسینی از من خواسته بودن معرفی مختصری از خودم بفرستم. معرفی مختصر و طولانی من همین است که شاعر، مترجم و نویسنده‌ام و شغلم هم روزنامه نگاره. واقعا چیز بیشتر از این نمیتونم بگم. کتاب‌هایی رو هم که چاپ کردم یا در دست انتشار دارم، حالا به هر حال بهتر اونهایی رو که در دست انتشار دارم بگم، چند مجموعه است که به زبان فارسی و فرانسه داره در واقع چاپ میشه، در حال چاپه. از جمله یک مجموعه به نام آنارمونیک به زبان فرانسه که با کمک دوست عزیزم کابوسی، نقاش نامدار و دوست داشتنی، کتابی رو داریم تهیه میکنیم و منتشر میکنیم در فرانسه. شعری رو که من امروز میخوام بخونم، ترجمه شعری رو که میخوام بخونم، در واقع ترجمه شعری است از لوی آراگون که قطعا دوستان میشناسن، یکی از بزرگترین شاعران فرانسه و جهان در قرن 20. شاعر کمونیست چپگرا که در واقع ضد جنگ زیاد شعر گفت و عاشقانه هم زیاد شعر گفت و بعضی از شعرهایش الهام بخش شاملو هم بود برای چشمهایش الزا و آیدا در آینه شاملو. به هر حال شاعر ناشناخته‌ای که نیست هیچ، بلکه بسیار هم شناخته شده و الهام بخش است. بیشتر از اون که بخوام درباره این شاعر صحبت کنم و درباره این شعر حرفی زده باشم، شما رو دعوت میکنم به دیدن ویدیویی که خودم گذاشتم در شبکه یوتیوب خودم. اگر جستجو کنید، حالا نمیدونم لینکش اینجا چطور میشه گذاشت، اما اگر فقط جستجو کنید مسعود سالاری لوی آراگون در یوتیوب، فکر میکنم سریع بهش میرسید. در اونجا البته با توجه به این، با تکیه بر این شعر، درباره تناقض‌های شعار انترناسیونالیسم، باور انترناسیونالیسم چپ در اروپا و حتی در ایران، مثالی از سیاوش کسرایی زدم، صحبت کردم. بنابراین اینجا قصد ندارم که اون بحث تئوریک رو باز کنم، فقط شعر رو میخونم. درباره این شعر به نام گل سرخ و اسپرک، فقط نکته دیگری که اشاره کنم این است که نمیخوام باز دوباره به قول جوانهای امروزی اسپویل کنم شعر رو، ولی یک دوگانه است بر علیه جنگ درباره دو نفری که هر کدام باور جداگانه‌ای داشتند، خواهید دید در طول شعر. تقدیم کرده است به گی موکه و اتین دورو
که یکی خدا باور و کاتولیک بود و دیگری کمونیست بود در 17 سالگی و دیگری در 21 سالگی در جنگ در فرانسه برای دفاع از فرانسه در جنگ اسیر شدند و اعدام شدند. گل سرخ و اسپرک هم که خب طبعا نمادهای هر دو این هاست. آن که به خدا باور داشت، آن که نداشت، هر دو دوست می داشتند آن بندی زیبای گزمگان را. یکیشان بالای برجک بود، آن دیگری همان پایین کشیک می داد. آن که به خدا باور داشت، آن که نداشت. مهم نیست نام آن روشنی استوار بر گام هایشان. آن یکی از نماز خانه آمده باشد، دیگری از آن حذر کرده باشد. آن که به خدا باور داشت، آن که نداشت. هر دو وفادار بودند، به زبان، به جان، به بازو. هر دو می گفتند زنده بماند آن زیبا، ما مرده و شما زنده. آن که به خدا باور داشت، آن که نداشت. در میانه مبارزه مشترک وقتی بر ساقه گندم تگرگ میزند، دیوانان که به نازک خیالی میاندیشد و دیوانان که به دعوای شخصی فکر میکند. از بالای ارگ نگهبان دوبار شلیک کرد. یکیشان لنگ لنگان از زمین برخاست و دیگری بر زمین افتاد. آن که به خدا باور داشت، آن که نداشت. هر دو در زندان بودند در سخت ترین روزها. آن یک بیشتر از دیگری یخ زد، آن یکی نجات را در موش خوردن یافت. آن که به خدا باور داشت، آن که نداشت. شورشی است، شورشی است. زجه های هر دو یک زنگ دارد. و هنگامی که زنگ سحرگاه بیرحم می نوازد، گذر از زندگی به مرگ. آن که به خدا باور داشت، آن که نداشت. هر دو تکرار کردند نامی را که هیچ یک فراموش نکرده بودند و خون سرخشان جاری شد با یک رنگ، با یک درخشش. آن که به خدا باور داشت، آن که نداشت. خونشان در هم رفت، جاری شد بر زمینی که دوستش داشتند، تا روزی که در فصل انگور به شرابی مشکسا بدل شود. آن که به خدا باور داشت، آن که نداشت. یکی روی زمین دوید و دیگری بال درآورد و پرواز کرد. از بروتانیه تا ژورا، یکی از بروتانیه، یکی از ژورا، یکی تمشک، یکی آلو. جیرک دوباره آواز خواهد خواند. بخوان با فلوت یا با ویولنسل، برای دو عشقی که آتش گرفت، برای خود، برای پرستو، برای گل سرخ، برای اسپرک. سپاسگزارم. مرسی، عالی بود. ممنون که دعوت ما رو پذیرفتین. ممنون از این نظیری که خوندین برامون. مرسی. بعد شب در روز خوبی ما داریم، اگرچه موضوعش جنگ و خیلی حسی که برانگیخته میشه حس اندوهه، ولی از اینکه این همه زیبایی به این واسطه جمع میشه در کنار هم واقعا حیرت آوره. مرسی، ممنون از محبتتون. اینجا از حسین مکیزاده عزیز، شاعر و مترجم، دعوت میکنم که در کنار ما باشن. خوشحال میشیم که صدای خودشون رو بشنویم. نمیدونم هستن آقای مکیزاده؟ بله. سلام مجدد. بسیار خوش اومدین. سلامت بشین، در خدمتتونیم. سلام دوستان، خیلی خوشحالم که
دارم دوستانی رو میبینم که سالهاست کارهاشون رو خوندم و با شعرهاشون حتی بعضا زندگی کردم، دوستان قدیمی جدید. و اشعاری میخونم از شاعر اسرائیلی یهودا عمیخای، از نسل اول شاعران اسرائیل هست و صلح طلب و بهترین مترجم آثارش به انگلیسی تد هیوز بود که من از طریق اون با کارهاش آشنا شدم. پس از آشویتس الهیاتی نیست، از دود کشهای واتیکان دود سپید برمیخیزد، نشان آن که کاردینال ها از بین خودشان پاپ را انتخاب کردند. از کوره های آشویتس دود سیاه برمیخیزد، نشان آن که مجمع خدایان هنوز انسانهای برگزیده را انتخاب نکردند. پس از آشویتس الهیاتی نیست، اعداد بر ساعد زندانیان قتل عام شماره تلفن‌های خداوند است، شماره هایی که پاسخ نمی‌دهند و اکنون یک یک قطعاً. پس از آشویتس الهیات جدیدی است، یهودیانی که در شواخ مردند اکنون آمده‌اند تا به سان خداوندشان باشند، خدایی که شبیه هیچ کس نیست و بدن ندارد. آنان شبیه هیچ کس نیستند و بدن ندارند. و شعر دوم، تو از انسانی و به انسان باز خواهی گشت. مرگ در جنگ آغاز می شود با از پله پایین رفتن مردی جوان و تنها. مرگ در جنگ آغاز می شود با آرام بسته شدن دری. مرگ در جنگ آغاز می شود با گشودن یک پنجره برای تماشا. پس گریه نکن برای او که دارد می رود، برای آن کس که از پله های خانه پایین می آید گریه کن. گریه کن برای او که کلید را در آخرین جیب خود می گذارد. گریه کن برای عکسی که به جای ما به یاد می آرد. گریه کن برای کاغذی که در یاد می ماند. گریه کن برای اشکی که به یاد نمی ماند. و در بهار آن کس که بر می خیزد و به خاک می گوید تو از انسانی و به انسان باز خواهی گشت. و شعر سومی که میخونم اسمش هست عشق به خاک. و زمین به بخش‌های حافظه و نواحی امید تقسیم شده است و مردمانش همه با هم آمیختند، مثل دو دسته که از عروسی و عزا برمیگردند. و زمین به مناطق جنگ و مناطق صلح تقسیم نشده است و آن کس که در برابر بمباران سوراخ موشی حفر می کند باز خواهد گشت و با زنش خواهد خفت اگر تا صلح جان به در ببرد. و زمین دوست داشتنی است، حتی دشمنان اطرافش را می آرایند با درخشش جنگ افزارهایشان زیر نور خورشید چون آویزه زیبا برگردن. و زمین یک بسته است، منظم بسته شده و هر چیزی که در آن است محکم بسته شده و ریسمانهایش گاهی ضربه دیده و گاه
ساییده. و زمین بسیار کوچک است و می توانم با خود بردارمش. فرسودگیش فرسایش آرامش من است. اینسان می توانم تمامی زمین را حس کنم وقتی که چشم می بندم. دریا، دره، کوه، چنین است که می توانم به یاد آرم اینجا چه اتفاقها افتاده است. همه را به یک بارگی، مثل مردی که تمام زندگیش را آنی به یاد می آرد درست در لحظه مرگ خویش. متشکرم دوستان. مرسی عالی بود واقعا. مرسی، مثلا معلومه قلبم مشاله شده است. مرسی واقعا عالی بود. ما دوست داشتیم که آقای مکیزاده بگم که جایی نمیرن، واقعا به ندرت جلساتی حضور پیدا میکنن. خیلی دوست داشتیم که تو این جلسه باشن، از این باب که به خاطر این جریانات جنگی که امروز در خاورمیانه است، خیلی دوست داشتیم که از یک شاعر یهودی هم این کار بشنویم و نگاه قطعا که همه یهودی ها اونطور که امروز داریم میبینیم به فلسطین نگاه نمی کنن. خیلی دوست داشتیم یه نگاه متفاوت از یک یهودی رو تو این جلسه داشته باشیم. مرسی آقای مکیزاده که تشریف آوردین اینجا. خواهش میکنم. متشکرم شما. من دوست داشتم شعرهایی ترجمه کنم از شاعران معاصر اسرائیلی مثلا، و ترجمه هم کردم تا هنوز آماده نیست. از یکی دوتا مثل یه خانمی هست به اسم اگی میشول و دیگران که شاید توی همین صفحاتم توی وب گذاشتم و یا اگه در آینده فرصتی بود حتما میخونمش. سلامت باشین، منتظریم. مرسی، ممنون. در اینجا دعوت میکنم، ما امروز علیرضا آبیز رو داریم که علیرضا آبیز علاوه بر شعرخوانی قراره که یه بحث مفصلی در مورد شعر جنگ و ادبیات جنگ به ویژه در انگلیس رو داشته باشن. حالا ولی قرار بود که یکم با تأخیر بیان. نمیدونم آبیز هستی یا نه؟ سلام، من هستم. بله من اینجا. یالا سلام. سلام بر شما، خیلی خوشحالم. مرسی از دعوتتون. بسیار خوشحالم که در جمع دوستان هستم. من معلومه ذوق زدم دیگه. آره، ولی بحث مفصل مدت‌ها دوستامو اینجا دارم میبینم. بحث مفصل رو نمیدونم، حالا من تصورم بود که وقت محدودی داریم و ولی به روی چند کلمه ای رو من صحبت میکنم. البته من وقتی که رسیدم با اینکه با تأخیر اومدم، ولی آقای عبداللهی داشتن شروع کردن به شعرخوانی و یک نکاتی رو ایشون گفتن که شنیدم و به راستی استفاده کردم. من هم چند جمله‌ای در مورد اون چیزی که به اصطلاح به عنوان شعر جنگ میشناسیم میگم و اگر اجازه بدید من هم چند تا شعر میخونم. قبل از اون بگم که امروز خب یک روز خیلی خاصه، روز 11 نوامبر، در واقع سال روز پایان جنگ جهانی اول که حالا در انگلستان که من درش زندگی میکنم بهش میگن جنگ کبیر میهنی و روز بسیار بسیار مهمی است. و همین امروز هم خب در لندن یک بحث خیلی مهمی بود که آیا این کسانی که برای تظاهرات در واقع در دفاع از فلسطینی ها میخوان تظاهرات بکنن، در همچین روزی خوب هست که تظاهرات بکنن یا اینکه این کار اهانت تلقی میشه به یادبود جنگ جهانی اول. و خود این که ما هنوز بیش از 110 سال گذشته از این تاریخ، تقریبا 100 سال دست کم 105 سال گذشته از پایان جنگ جهانی اول، هنوز ما بحث داریم در مورد این که آیا مخالفت با جنگ، درخواست آتش بس برای یک نبردی که امروز
در جریان هست اهانت محسوب میشه به گرامی داشت یک آتش بس که به یکی از خانمانسوزترین جنگ‌های تاریخ بشر پایان داده، خودش به نظرم یک موقعیت کمدی تراژیکه که کسانی که اصلا ما همچین بحثی داشته باشیم امروز. و به همین دلیل به راستی مهم هست که این موضوع جنگ کماکان زنده بمونه و در موردش صحبت بشه و شاعران مترجم ها هم بهش بپردازن. در گذشته در شعر انگلستان مثل فکر میکنم بقیه نقاط دنیا و تا حدی که از آقای عبداللهی شنیدم ایشون هم چیز مشابه این گفتن، ما در گذشته وقتی که از شعر جنگ صحبت میکردیم بیشتر شعرهایی بود در ستایش دلاوری ها، افتخارات جنگی، ترغیب به دفاع از میهن. اینها تمهایی بود که وجود داره. خب در حماسه های قدیم در واقع مضامین عمده حماسه ها خب همینه دیگه، تعریف از شجاعت، دلاوری، قهرمان. در کنارش ممکنه که عشق هم باشه. به ندرت ما صحنه های انتقادی میدیدیم، اون هم زمانی که مثلا با یک رخداد سوگ روبرو میشدیم. مثلا فرض بکنید در شاهنامه پس از مرگ سهراب شاید مثلا یک چند سطر هم اونجا ناله و نفرینی به قضا و قدر و مسبب نبرد و جنگ و اینها بتونید پیدا بکنید. اما اون چی که در مورد جنگ مطرح میشد همش به اصطلاح شور و افتخار و اینها بود، تا به نظرم تغییر اصلی که رخ داد در همین جنگ جهانی نخست اتفاق افتاد. یعنی زمانی که ابزار جنگ و ادوات جنگی در حدی پیشرفت کرد که جنگ دیگه یک نبرد تن به تن، شمشیر با شمشیر، نیزه با زره و اینها نبود که بشه کسی اون رو توجیه بکنه به اینکه فردی مثلا شجاعت داره یا دلیری داره یا حتی برتری جسمی داره و مثلا آمادگی بدنی بیشتری داره. الان دیگه توپ و تانک و تفنگ میکشتن، فرقی نمیکرد که شما یک فرد غیر نظامی باشید یا یک فرد رزمنده باشید. و این بود که شاعران شروع کردن به تصور این وجه غیر انسانی جنگ، اینکه بشر داره چه کاری با بشر میکنه. در این جنگ ها دیگه افتخاری به اون صورت نبود، شجاعتی در کار نبود و دلیل این هم همین ابعاد صنعتی جنگ بود. البته هنوز هم بودن کسانی که به بهانه‌هایی مثل دفاع از سرزمین پدری یا مادری، افتخار آفرینی برای میهن و وطن و اینها یک جوری در واقع جنگ رو تکریم میکردن یا تشویق میکردن کسانی رو که به جنگ برن. و ما در جنگ جهانی اول در انگلستان هم از این طیف شاعران و از این دست شاعران داریم. یه نمونه خوبش شاعری اسم روپرت بروک که یک دید میهن پرستانه و حتی میشه گفت رمانتیک داره به جنگ و مثلا در شعرهاش طوری تبلیغ میکنه که گویا جنگ وسیله است برای محو بدی و شر و پلیدی. و خب البته این چیزی است که ما همین امروز هم در گفتار سیاستمداران طرفدار جنگ میبینیم که خیلی راحت میگن نمیدونم شر رو باید از بین برد، محور شر و ولی این جور شاعران معمولاً کسانی بودن که فرصت جنگیدن و لمس میدان نبرد از نزدیک براشون فراهم نشده بود. حالا من برای امروز به خاطر همین که خب امروز سالگرد در واقع آتش بسی است که به جنگ جهانی نخست پایان داد، 3 تا شاعر رو انتخاب کردم که به شدت با این جنگ و با این روز ارتباط دارند: ویلفرد اوون، زیگفرید ساسون و روبرت گریوز.
و چیزی که این ستا رو به هم وصل میکنه یک بیمارستانی است در اسکاتلند که هر سه اینها که در واقع دچار موج انفجار شده بودن در اون بیمارستان بستری بودن و اونجا با همدیگه آشنا شدن و روی همدیگه تأثیر گذاشتن. به ویژه ویلفرد اوون که جوانترینشون بود و شهرتی و نامی معذرت میخوام سگ من شروع کرد. یه لحظه من این در رو باز کنم، عذر میخوام. خب من خیلی عذرخواهی میکنم، این پستی اومد و سگ نگهبان شروع کرده واق. داشتم عرض میکردم که ویلفرد اوون که جوانترینشون بود و الان نامدارترین شاعر جنگ در انگلستان دست کم اگر نه در زبان انگلیسی تلقی میشه، متاسفانه در همین جنگ جونش را از دست داد و در واقع بعد از مدتی که در بیمارستان بستری بود، حدود 2 ماه مونده به پایان جنگ، علیرغم میل خودش دوباره به جنگ عزیمت کرد و در فرانسه هنگامی که سعی میکرد مردانی رو که به اصطلاح جزو دستش بودن، به این فرماندهشون بود، از یک کانالی عبور بده، کشته شد در تاریخ 4 نوامبر و خبر مرگش در همین روزی که ما الان درش هستیم، یعنی در 11 نوامبر، در روز پایان جنگ، خبر مرگش رسید به پدر و مادرش و موقع جنگ هم کلاً 25 سال عمر کرد. من 2 تا شعر از ویلفرد اوون براتون انتخاب کردم که میخونم. شعر نخست عنوانش هست سرود برای جوانی نفرین شده و این عنوان رو دوستش زیگفرید ساسون که شاعر شناخته شده‌ای بود و در همون بیمارستان با هم بودن در واقع پیشنهاد کرد اون. و عنوان سرود هم خودش یک در واقع تناقضی داره با مضمون شعر، چون سرود رو معمولا برای شعرهای کلیسایی میگفتن و در واقع به یک معنی یا برای آوازهای ملی میهنی میگفتن و اینجا در این شعر که هم در واقع غیرت دینی رو و هم غرور ملی هر دو رو به سخره و طعن میگیره، خودش جالب هست و در این حال سبک این شعر هم جالبه. یعنی در واقع قالبی که به کار برده قالب غزلواره است که ویژه شعرهای عاشقانه است، اما خب همونطور که میبینیم در این شعر چندان نشانه ای از عشق و عاشقی نیست. سرود برای جوانی نفرین شده. کو ناقوسی که آوای وداع بنوازد، برای اینان که گله‌وار میمیرند. تنها خشم هیولاوار تفنگ‌ها و تقطق تند و الکن گلنگدن هاست که بر دعاهای شتابناکشان پیشی میگیرد. اینان را بهره از هیچ آیینی نیست، نه دعایی نه ناقوسی و نه آوای سوگواری، جز همسرایی توپها، زوزه کرکننده و دیوانوار خمپاره ها و شیپورهایی که فرا میخوانندشان از دهکده های غمگین. کو شمعی که اینان را در سفر آخرت یاری کند، سوسوی وداع
نه در دست پسران شمع به دست، که در چشمهای این سربازان خواهد درخشید. پیشانی رنگ پریده دختران روپوش تابوتشان خواهد بود. نازکای ذهنهای صبور گلهای گورشان، و دیر خواهد گذشت شامگاهان که فرو می‌افتند پرده ها. یک شعر دیگه هم از ویلفرد اوون میخونم با عنوان تمثیل مرد جوان و پیر، که در واقع یه جور باستولایی از داستان ابراهیم و اسماعیل، یا حالا ورسیون مسیح یهودیش اسم ابراهیم و اسحاق هست. و در اینجا به جای ابراهیم از کلمه ابرام استفاده میکنه که اسم پیشین در واقع ابراهیم هست. و یک عبارتی هم توش هست که در پایان میگه قوچ غرور، که در واقع اشاره است به همون گوسفندی که خدا یا فرشته آورد که ابراهیم قربانی بکنه و قربانی نکرد. و اینجا در واقع این قوچ غرور رو یه جوری همون چیزی میدونه که از نظر شاعر بایستی رهبران اروپا در واقع قربانی میکردن، ولی قربانی نکردن و تصمیم گرفتن که به جاش در واقع مردم اروپا رو قربانی بکنن. تمثیل مرد جوان و پیر. پس به پا خواست ابرام، هیزم را شکست و به راه افتاد، و آتش را با خود برد و کارد را. و چون ایستادند هر دو کنار هم، اسحاق پسر ارشد به سخن در آمد و گفت ای پدر، بنگر به بساط آماده آهن و آتش، اما پس کجاست دره‌ای که در آتش قربان شود؟ ابرام جره پسر را گرفت و با بند و ریسمان ببست، و بر گرد قربانگاه حصارکی. سپس کارد کشید تا پسر را قربان کند. در دم فرشته ای از آسمان ندا در داد، دست از پسر باز دار و هیچ مکن. بنگر قوچ را بنگر که شاخهای پیچانش در بوته ها گیر افتاده. این قوچ غرور را به جای فرزند گردن زن. مرد پیر اما چنین نکرد، پسر را کشت و نصف تخمه اروپا را یک بید. یه شعر دیگه میخونم از زیگفرید ساسون که عرض کردم شاعری بود هم دوره ویلفرد اوون، از یک خانواده یهودی، و در اون هم در جنگ شرکت داشت. و یکی از کارهایی که کرد این بود که اعتراض علنی کرد به جنگ و به خاطر همین به شدت مورد آزار واقع شد و با وجود این از پا ننشست و تا سالها یکی از مخالفان جنگ بود. و البته اون عمر طولانی داشت و رمان‌ها و داستان‌های زیادی هم نوشت. یک شعر از ساسون میخونم، عنوانش هست رؤیا بینان. سربازان شهروندان سرزمین خاکستری مرگند، از فرداهای زمان هیچ بهره‌ای ندارند. در ساعت بزرگ سرنوشت می ایستند، هر یک با کینه ها، حسادت ها و حسرت های خود. سربازان قسم خورده نبردند، آنها باید با زندگیشان اوج آتشین و مرگباری را
برنده شوند. سربازان رؤیا بینند وقتی تفنگ ها می آغازند. آنان به خانه های روشن از آتش بخاری، بسترهای پاکیزه و همسران فکر می کنند. من آنان را می بینم در گودالهای کثیف وقتی موشهای صحرایی گازشان میگیرند و در سنگرهای مخروبه زیر شلاق باران در رؤیای کارهایی که با گوی و چوگان میکردند. میبینم تحقیرشان را در اشتیاق نومیدشان که یک بار دیگر به دست دارند روز تعطیل، سینما و جذب و بحث ها را و با قطار به اداره رفتن را. و شعر آخرم که میخونم از روبرت گریوز هست، یکی از همون 3 شاعری که گفتم در اون بیمارستان در اسکاتلند با هم بودن. عنوان این شعر هست کابوس کودک. در شبهای دراز کودکی او می ایستاد کنار تختم خستگی ناپذیر، گولاسا، بی شکل، غریب، خم شده بر من و خورخور می کرد در گوش جن زدم. همان کابوس هولناک که چون خون مرا می لیسید حرف می زد با صدای یک نواخت و سهمگین. مدام می گفت پیشی پیشی پیشی، جز آن کلمه ای بر زبان نمی راند. در تمام طول خواب فقط همان کلمه را می شنیدم، در نومیدی و وهم یک نواخت. بی‌معنایی شاید سبک باشد مثل هوا، اما نوعی بی‌معنایی هم هست که میتواند دهشت را بر گرد سرت جوشان و خروشان نگه دارد. وقتی صدایی سهمگین و یک نواخت مدام در گوشت بگوید پیشی پیشی پیشی. سالها پیش با گذر از سرزمین کودکی او نیز رفته بود، محو شده بود، تا اینکه دیگر بار بر من جهید از تلق طلوق قطار شب. سر تا پایم را در بر گرفت، خونم را لیسید و در همان حال همان صدای کهن سهمگین و یک نواخت مدام می گفت پیشی پیشی پیشی. گیج خواب از مورفین دیگر بار در گودالی کنار جنگل هایوود دراز می کشم. او آنجا بود با پاهای گشاده از هم، چشمانی به بزرگی تخم مرغ خیره به من. خورخور کنان خونم را می لیسید. حجم سیاه هیکلش روز را تاریک می کرد. با صدای یک نواخت و سهمگین می گفت پیشی 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 پیشی. و دیگر بار پیشی پیشی. وقتی تیری در قلبم و تیری در سرم بنشیند و هیچ راهی نماند برایم جز مردن، بیشک آخرین کلامی که بشنوم نه حمله است، نه بمبارانشان کنید، نه فریاد امدادگری که برانکارد حمل می کند و می گوید اونو بذارین بمونه، اون مرده.
بلکه صدایی خواهم شنید سهمگین و یک نواخت که مدام میگوید پیشی پیشی پیشی. خیلی ممنون. مرسی ممنون که دعوت ما رو پذیرفتی و اومدی و ممنون. مرسی از شما، خیلی ممنون از شما و دوستانی که تحمل کردن و شنیدن و عذرخواهی از این پارازیتی که پیش اومد به خاطر حضور پستچی، حضور بی موقع پست. زنده باشی. قبل اینکه بیای، یعنی قبل از اینکه فکر کنم بحث آقای عبداللهی رسیدین، قبلش ستار جلیلزاده و محمد رضا فرزاد شعرخوانی داشتن، شعرهای بسیار بسیار خوبی خوندن. حالا ویدیو که منتشر شد امیدوارم اونجا بشنوی شد. خب حالا میرسیم به تبار کردها. به قول آدونیس میگه که خدایا کردها را ببخش، خدایا کردها را ببخش که نمیتوانند قرآن را ختم کنند، زیرا به سوره انفال که میرسند همگی کشته میشوند. از مریوان حلبچه‌ای، شاعر، مترجم و نویسنده کرد زبان دعوت میکنیم که تو این بخش بیان و صحبتاشون رو بشنویم و چند شعری که ترجمه کردن ازشون بشنویم. اینجا مریوان حلبچه‌ای رو خب قطعا همه دوستان فارسی زبان میشناسن و میدونن که چه حجمی از کار فرهنگی بین ادبیات فارسی و کردی رو به تنهایی به دوش کشیدن و چقدر در این راه زحمت کشیدن و چقدر کار کردن. مریوان حلبچه‌ای خودش نمونه بارز یک انسانیه که امروز زندگیش و سرنوشتش دائما با جنگ پیچیده شده بود و از قبل و هنوز هم که هنوز، و فکر میکنم که حرفای خوبی رو از تجربه خودش داشته باشه و ما بتونیم اینجا بشنویمش. مریوان الان صدامو داری خانم حسینی؟ بله. صدامو داری خانم حسینی؟ سلام. حال شما خوبه؟ سلام خوبی؟ خیلی مرسی. من یه خواهشی دارم، اگر من آخرین نفر باشم من شرمنده میشم. مثلا آخرین نفری؟ اوکی این جوری بهتره، خیالم راحت شد، چون شرمنده میشم. اساتیدم هستن. پیش بگم خیلی سپاسگزارم از مؤسسه پرسش که باعث شد من اساتید عزیزم، آقای دکتر سجودی، آقای عبداللهی عزیز، دوستای خیلی خوبم، آقای آبیز، آقای فرزاد، به آقای دوستای دیگه حتی که تو ایران هستن کمتر میشه دید متاسفانه الان. حالا فقط شانس اینو داشتم دیروز آقای جلیزاده رو دیدم. خیلی خوشحالم که اینجا شعرخوانی دوستانم رو دیدم و لذت بردم، یاد گرفتم. ممنونم. امیدوارم برنامه‌های پرسش بیشتر از اینها باشه و فعالیت‌ها تازه شروع بشه که ما رو با هم وصل کنه. من بیشتر، خودت میدونی خانم حسینی، اصلا صدای خوبی ندارم برای شعر خوندن. بنت خوندن اصلا خجالت میشم. استادانم انقدر زیبا خوندن، من بیام مثلا شعر بخونم. سعی میکنم یه تیکه از کتابی که بعداً مرثیه حلبچه که 35 سال پیش رفیق صابر، شاعر بزرگ کرد که در افغانستان آواره بوده، حلبچه شیمیایی شده و از اونجا شعر رو شروع کرده، بعد رفته روسیه، بلغارستان و بعد در لبنان شعر تمام شده و چاپ کرده همون سال 88 میلادی که در دوران خاتمی کتاب توسط نشر آهنگ دیگر چاپ شد و در اومدن احمدی نژاد مرثیه حلبچه جمع شد و تاکنون هم ممنوعه و تیکه‌ای که بعداً میخونم از همون کتابی که 20 سال پیش ترجمه کردم و اون دوران چاپ شده با اندکی سانسور. اما میخوام ابتدا راجع به شعر جنگ در ادبیات کرد و اصلا ادبیات ضد جنگ در ادبیات کردی خیلی تاریخ طولانی تری که به نظرم میتونم بگم
اون چی که در ادبیات عربی به خصوص ادبیات نوکلاسیک یا کلاسیک حتی آقای آبیز اشاراتی کردن که کمتر میشه ادبیات ضد جنگ رو دید و بیشتر در ستایشش بوده. حالا در ادبیات کردی کلاسیک و نوکلاسیک و حتی متون کهن‌تر که حالا شبیه به متون شعر کلاسیک هستش، به دلیل حمله اعراب مناطق حالا از ایران دامنه‌های زاگرس مناطق کردنشین بیشتر قربانی شده و قربانی جنگ بوده. بیشتری شاعرای چند قرن پیش ما به این مسئله به طور جدی پرداختن، یعنی خیلی بیشترین متون ما متونیه که یه جورایی مربوط به جنگ و نقد جنگ هستش. و اما در دوران نوکلاسیک این حجم شعر که در نقد جنگ یا به شکلی مربوط به جنگ میشه خیلی بیشتر میشه و حتی شعر نو که به آغازش به عبدالله گوران پدر شعر نوی کرد که مال حلبچه بوده و منتقد شدید جنگ بوده، با اینکه حالا به هر حال خودش یک شاعر چپ بوده، گرایشات چپی داشته و ستایشگر زن و طبیعت بوده شعرش بیشتر، ولی شعرهای زیادی در نقد جنگ داشته و خب فعالیت‌های زیادی در بخصوص 100 سال آخر شدت اشعار که در اوج شیرکوبیک است که خودتون آشنایی به شعر شیرکوب و دوستان همه در جریان تجربه شعر شیرکوبیکس هستند و همین رفیق صابر که یک نسل بعد از شیرکوبیکس هستش، همه به گونه قربانی جنگ بودن خود این شاعرها بخصوص در 100 سال آخر و از نسل شیرکوبیکس که سالها در تبعید بوده، چه در جنوب عراق چه در مناطق دورتر از زادگاه خودش در عراق، در کردستان و بعدش هم در سوریه و بعد هم به استکهلم رفته که آخر عمرم در استکهلم در بیمارستانی دارفانی را ودا گفتن. خود رفیق صابر هم سالها در ایران پناهنده بوده شاعر و بعد در بلغارستان فلسفه خونده، در سوئد استاد دانشگاه بود، استاد فلسفه بوده، همونجا بازنشسته شده، همونجا هم زندگی میکنه. بختیار علی شاعری باز مثل بقیه شاعرای دیگه کرد تجربه زندان داشته، تجربه جنگ رو داشته، تجربه فرار از کردستان، بعد به ایران رفتن، به سوریه رفتن، بعد الان در آلمان زندگی میکنه. هیوا قادر که شاعر خیلی خوبی، مجموعه شعرش به زودی در میاد، رمان ازش ترجمه کردم، هم رمان خانه گربه ها که خودتون نقد کردید کار رو در ایران بودید، فضای جنگ و فضای مهاجرت تأثیرات بعد از جنگ و بخش اعظم شعرهایی که ترجمه کردم از ایشون و فرهاد پیربال عاشقانه های جنگ و صلح منتخبه. حتی وقتی که شاعرای کرد شعر عاشقانه میگن بعد یک جورایی مستقیم و غیر مستقیم ربط پیدا میکنن به جنگ و اینجا دوست عزیزم آقای سیامند زندی تشکر میکنم اشاره کردن عبدالله پشی و دلشاد عبدالله که اینجا نشر مانیا هنر کتابش رو چاپ کرده، سعی می‌کنم شعر کوتاه ازش بخونم. اهل اربیل باز فضای جنگ هستش. یعنی این مختص شعرای فقط کردستان عراق نیستش که من بیشتر آثارشون رو ترجمه میکنم، چه در کردستان عراق زمان ایران پهلوی و هم بعد از انقلاب، هم در کردستان سوریه، هم در کردستان ترکیه که آقای دوست عزیزم آقای جلیل‌زاده از شاعر و رومانیست اهل کوبانی شعر خوندن. اینی به دلیل وضعیت خاصی که کردها در منطقه دارن، یعنی هم کشورهاشون یه جوری چه در دوران عثمانی که کردستان عراق کنونی بخشی از عثمانی بوده و کردستان ترکیه و جدال‌هایی بین عثمانی و صفوی، باز کردها در هر 4 منطقه یا اون 2 منطقه اون روزگار قربانی بیشتر قربانی شدن، چه در دوران تقسیمات و تأسیس عراق دوران پادشاهی 100 سال پیش و اون چی که کردستان عراق کنونی، ولی به شدت جنگ و خشونت به نسبت در کردستان بیشتر در همه جاهای منطقه بوده و طبیعیه که به همه آثار ادبی این نویسندگان که حتی من 2 هفته پیش در مازندران جلسه نقد کتابان بود،
بیشتر شهرهای ایران رو میرم، ادبیات داستانی، داستان کوتاه، رمان، نمایشنامه‌ها و شعرها رو جلسات برگزار میشه، یا دوستایی که در فضای مجازی یا جلسات تهران در ارتباط هستن و صحبت میشه راجع به ادبیات کرد. و همچنان در اروپا سوالای زیادی که مدام بختیار علی و رفیق صابر، شیرزاد حسن میگن مدام از ما میشه که هم آثارتون بسیار تلخ، جذاب، ولی بیش از حد تلخه، و این که تراژیک خیلی، و مدام در هر فرمی، در هر استایلی که شما بنویسید کار کنید، باز تراژدی و جنگ و غم بسیار زیادی در این آثار نهفته است و این تکرار میشه. که بختیاری در یکی از شبکه‌های آلمانی گفت که ناگزیریم، چاره‌ای نیست، یعنی من نمیتونم بیش از این واقعا چیزی دیگه دغدغه‌ام باشه فکر کنم، چون به مشرق زمین که دغدغه اصلی منه همینه. من در جایی به دنیا اومدم با اینکه سال‌ها در آلمان زندگی میکنم، در آرامشم، در امنیتم و جنگی رو مستقیم شاهد نبودم، و اما همچنان دغدغه اون مردم رو که در جایی در سرزمینی وسیع به اسم مشرق زمین هستن دغدغه اصلی من هستن. اینکه انسان‌ها در اروپا در جای دیگه مهم نباشن برام، ولی اونجا مدام جنگ تکرار میشه، چیزی غیر از اون نیست، مدام کشتار و قربانی شدن هست و این تراژدی در بیشتر آثار نویسندگان ما موج میزنه. و حتی گفت که کاش من مثل یک نویسنده آلمانی زبان دوران مدرن، حالا اونا هم به هر حال آقای عبداللهی به زیبایی صحبت کردن در مقاطع جنگ، و جنگ چقدر تأثیر وسیعی در آثار نویسندگان آلمانی و انگلیسی زبان رو بقیه داشتن، ولی بیشتر در مربوط به جنگ جهانی اول و دوم بوده و خوشبختانه غیر از این ماجرای تلخ اوکراین ما کمتر تراژدی جنگی رو الان در این چندین دهه آخر ندیدیم، چون شاید نبودیم در اروپا به اون وسعتی که ما مدام در خاورمیانه یا شاهد جنگیم یا در وحشت بعد از جنگیم یا از جنگی به جنگی دیگر، یعنی و این وسط هم همیشه نگرانی و ترس است. یعنی همین که ما الان خوشحالیم اگر از راه مجازی هم هست شعرا و منتقدین و اساتید خود را از راه مجازی هم میبینیم، و تلخی دور شدن از دوستانمون به یک مفهومی که شانس این رو نداریم در کنارشون باشیم و هر روز یا هر هفته هر ماه ببینیم، متاسفانه باز میشه گفت تأثیرات جنگه. یعنی اگر ما الان شاهد اوج مهاجرت هستیم و آثاری که من ترجمه کردم و همه به گونه‌ای مرتبط به جنگ و تأثیرات جنگ و خود زندگی من حتی تحت تأثیر مثل رفیق صابر، مثل بختیار علی، مثل عبدالله پشو، مثل فرهاد پیربال که از عراق فرار میکنن به ایران میان و از اینجا به سوریه، به دانمارک، به فرانسه، به اروپا و برمیگردن و هیچ وقت هم وقتی هم که برمیگردن به سرزمین خودشون اون آرامشی که قراره باشه نیست که بتونن واقعا به خیال آسوده بنویسن و کار کنن. و ادبیات ما اگر هر زمانی که الان خود همین بخش اقلیم کردستان که خود شما و برخی از دوستان به اونجا سفر داشتن و داشت به آرامشی میرسید، به امنیتی که ما بتونیم بعد از چندین قرن آثارمون رو بدون سانسور چاپ کنیم که در این 30 سال آخر، 32 سال آخر بدون هیچ سانسوری آثار دنیا به کردی ترجمه شده، در اون بخشی که به اصطلاح میگن کردستان عراق کنین چاپ میشد. انگار شانس اون رو هم نداریم. حالا در رابطه به هر مسائل سیاسی، هر اتفاقاتی که میفته در منطقه به فوری اونجا تحت فشار قرار میگیره، هم در کردستان روژآوا کوبانی که ترکیه هر چند وقت یه بار حمله میکنه و از 91 میلادی جنگ اول خلیج فارس که کردستان عراق آزاد شده و آثار ادبی فرهنگی به طور آزاد در اونجا چاپ میشه، همیشه یک پای ترکیه در اونجا بوده و همچنان که بعد از جنگ داعش و آزادی روژآوا و کردستان ترکیه رشد کرده بود مسائل فرهنگی، دانشگاه ها که چامسکی دعوت میشد، نویسنده های بزرگ دنیا، اساتید، فلاسفه و
ادبیاتشون هم رشد کرده بود، به زبانهای متعددی چاپ میشد. اون چی که ادبیات کردی کرمانجی در سوریه بود یا حتی ترکیه، ولی ترکیه همچنان سرکوب هست و خب ادبیات در آزادی رشد میکنه. ادبیاتی که میتونه جنگ نباشه و آزادی باشه بتونه یک فضای، یک قدمی جدی برداره، یک گام رو به جلو باشه که ما این 32 سال با تمام مشکلاتی که حکمای کرد و سیاسیون کرد که قابل نقد هستند در اقلیم کردستان داشتیم و رشد جدی ادبیات رو، مثلا نویسنده مثل بختیار علی آشیرزاد، حسن امین حسن و سگای پدرم در دهه 80 میلادی اصلا غیر قابل چاپ اعلام شده، 96 میلادی چاپ میشه برای اولین بار، یا بیشتر آثار. یعنی لیست نویسندگان کرد در عراق در جریان هم در سوریه و ترکیه هم و در ایران هم بسیار طولانی بوده که اینا ممنوع القلم بودن در سرزمین های خودشون. و خب وقتی که نشریات کردی نبوده، انگشت شمار بوده در اون شهرها، در اون سرزمین ها، خب ادبیات هم طبیعتا هم افت میکنه، هم میتونه به هر حال تحت تأثیر قرار بده این سرکوب ها، سانسور ها و عدم آزادی. اما بعد از قیام مردمی کرد در کردستان عراق، هم آثار نویسندگان کردستان سوریه، هم ترکیه، هم ایران در عراق به وفور چاپ شده، هم ترجمه هایشون، هم اشعارشون، هم رمان ها و داستان های کوتاه، و نشون از پیشرفت ادبیات کرد بوده. در گرچه به فضای جنگ همچنان غالب بوده آثاری، چون به هر حال روزگار جنگ رو، روزگار قبل از قیام مردمی رو، یا طبیعتا فضای چند دهه بعد از جنگ یعنی همچنان تحت تاثیر اون شرایط هستش و همین وضعیتی که الان دیگه برق هم رفت و در تهران هم باید مثل کردستان هم برق میره و نمیدونم چرا، حالا شانس نداریم، شانس ما. خوشبختانه ما الان در نویسندگانی که در تبعید داریم به طور جدی کار میکنن، فعالترن از رفیق صابر، عبدالله پشی، خودی شیرکوبی که از تا در قید حیات بود از فعالترین شاعران نه تنها در کردستان و منطقه بلکه در سطح دنیا هم جوایز بین المللی گرفته بودن. فعالیت‌های ادبیش بسیار زیاد بود، هم پرکار بودن. ما پدیده‌ای داریم که در منطقه خیلی از شاعرای ما، نویسندگان ما مهاجرت میکنن، یه جورایی دچار توقف میشن، یا بعد از چند سال آثاری که در غربت مینویسن که اینجا داره در یک جلسه، یک بحثی راجع به ادبیات مهاجرت پرسش بتونه این برنامه رو تدارک ببینه، صحبت بشه درباره مثلا بحث مهاجرت و آثار نویسندگان ما بعد از مهاجرت و اینکه چه اتفاقی میفته که نویسنده های ما در غربت همگی کمترن اونایی که شکوفاتر میشه آثارشون و نمیتونن ادامه بدن. من برای اینکه وقتو بیشتر نگیرم و اصلا معلوم نیست برق بیاد یا نه یا چه اتفاقی بیفته، تا لپتاپم خاموش نشده تیکه از شعر مرثیه حلبچه رفیق صابر رو میخونم و چون این کار ممنوع چاپ شده، سالها پیش ممنوع شده و امیدوارم یه زمانی بشه مجددا این کتاب. شعر بلندیه، یعنی 2 شعر بلنده که در نقد جنگ، یکی فصل یخبندانه، یکی شعر مرثیه حلبچه است که گفتم ابتدای صحبتام همون چند ماه قبل از فاجعه حلبچه در لبنان چاپ شده، به زبانهای متعددی ترجمه شده و مطرح این خواننده های کرد این رو به صورت ترانه و آواز و خوندن و به هر حال برای تئاتر و کارهای ژانرهای دیگه هم استفاده شده از این شعر رفیق صابری که استاد فلسفه بودن سالهای زیادی در سوئد، الان بازنشستن، منتقدن، کتاب‌های زیادی در زمینه فرهنگ و نقد و نظریه دارند و چندین مجموعه شعر دارن که الان فرصت نیست من رزومه و آثار ایشان رو بخونم. نویسنده بسیار پرکاریان، شاعر و منتقد بسیار پرکاری هستن و سالها سردبیر مجله فرهنگ بودن در
اروپا چندین مجله به زبان کردی چاپ کردند و در دورانی که از عراق فرار کردند دهه 70 میلادی در کوهستان‌های بین ایران و عراق زندگی میکردن، باز مجله منتشر میکردن، مسلط به چند زبان، نوشته‌های به انگلیسی و سوئدی و عربی داره، به فارسی هم مسلط هستش. مرثیه حلبچه یکی از آثار شاخص کشیکوبیک است که شاهکارها و متون و شعرهای بسیار زیادی در رابطه به فاجعه حلبچه سروده است. بارها اشاره کرده شعر مرثیه حلبچه یکی از بهترین شعرهایی که برای فاجعه حلبچه سروده شده و مورد ستایش خود قرار داده است. به اجازهتون من یک تیکه کوتاه شعر رو میخونم، صحبتم طولانی شد ببخشید. برخیز فرزند شهیدم، برخیز شهر شهیدم، برخیز فریاد و اشک خاکستری را از نوزادانت بزدایی، برخیز و وجدان جوان مردی را به این دنیای پست هدیه کن، برخیز و لکه شرمساری را از رخسار دوستانمان بزدایی، برخیز و معنای تازه برای گناه، برای برابری و برادری دروغین تور و ماهی و تناب و گردن بیاب، برخیز فرزند شجاعم، برخیز شهر شهیدم. حلبچه آینه روح است، موجی پناهنده است، شب بر سینه تاریکی و ترسش می آویزد. حلبچه جنازه است، حلبچه جنازه است عصیان کرده بر کفن و سنگ غسل. حلبچه چراغی است تنگ دستان این عصر روشنش می کنند. حلبچه حریم رنج است، بیرق سرخ کمون است، سرزمین بی سرزمینان است. حلبچه طوفان حق است، مشتی است که خاک، مشتی خاک است خون آبیاریش می کند. داستانی است که سپیده بر می تراشدش از زخم و بر جنازه ها جنگل و خاک سر می نگارد. رودی است در حال گریستن، رودی است در حال گریستن، آن را برای ساحل جیاه دریا و مهتاب باز می‌خواند. حلبچه آینه روح است، درخت خون است، حلبچه درختی است خون آبیاریش می‌کند. سر بریده حسین است، در کشورها می‌گردانند، چهچهی زخمی است، زمین را بیدار می‌کند. حلبچه درخت غبار است، خون آبیاریش می‌کند. حلبچه دست بریده است که از گور به در اومده و دروازه هستی و صلح و وجدان را با مشت می‌کوبد. سرودی است که زحمت کشان یک صدا می‌خوانند. حلبچه رنج قرن است، حلبچه حریم مه است، حلبچه آینده ماست، حلبچه مرگ خداست، حلبچه مرگ خداست. بگذر حلبچه آخرین سمفونی این شب باشد، بگذر حلبچه پیام سرخ نوادگانمان باشد، بگذر واپسین کرنوال خون و زخم ابدی روح ملتمان باشد. بگذر حلبچه تا ابد حلبچه بماند، حلبچه باشد و حلبچه بماند. شب میگذرد و سرودم به پایان نمیرسد. مرسی. این تیکه از شعر بود و شعرایم که من انتخاب کردم تو کتاب متاسفانه برق نیست. من شرمندم از شیرکوبیکس و دلشاد عبدالله و عاشقانه‌های فرهاد پیربال، عاشقانه‌های جنگ و صلح چند شعر کوتاه انتخاب کرده بودم، ولی نمیدونم چرا در تهران، حالا اقلیم کردستان بود درک میکردم چرا برق میره، ولی اینجا نمیدونم. حالا اینم از شانس من. خیلی خیلی ممنونم، خیلی خوشحال شدم از دیدارتون، ذوق زده شدم دیدمتون، همتون خیلی دلم براتون تنگ شده. آقای عبداللهی عزیز، آقای آبیز، استاد سجودی گرامی، امیدوارم در حالا ایران، در آزادی یا در کردستان، در هر جای دیگه به زودی ببینمتون. خیلی مشتاق دیدارتون هستم. ممنون از همه دوستانی که تا این ساعت با ما بودند و افتخار دادند شعر اساتیدمون که ترجمه کرده بودند به زیبایی شنیدن و همراهی کردن به ما و چقدر به موقع مؤسسه پرسش
اومد و فعال شد و چقدر نیاز داشتیم به این گروه و در کنار شما بودن. خیلی ممنونم خانم حسینی عزیز. ببخشید نشد چرا بقیه شعرها بخونم، فقط این یکی رو لابتاپ داشتم، بقیه در کتاب ها بود و یک دنیا ممنونم. سپاسگزارم از دوستان عزیزم. مرسی مریوان جان. مریوان میگه خانم حسینی، من فهمیدم میمونم. مرسی، ممنون که اومدی و تجربیاتتو با همون شیر کردی و همه دوستانم که از قبل میشناختنت و میدونستن که چقدر توی این کار ترجمه و انتقال فرهنگی از زبان پارسی به کردی و بالعکس چقدر زحمت کشیدی. این 5مین جلسه انجمن پرسش بود که هیئت مؤسسش دکتر سجودی، آقای حمیدرضا دهقان و خانم مرال دهقان و حمیدرضا بسیار حمیدرضا مجتهدی. بله درست گفتم دیگه، حمیدرضا مجتهدی و مرال دهقان. این نشون میده که ما اصلا به فامیلی همدیگه رو صدا نمی‌کنیم. بسیار زحمت میکشن و ممنون ازشون که واقعا این موقعیت رو فراهم کردن. امشب برای من که واقعا روز بی‌نظیری بود، شعرهای بسیار خوب و تاثیرگذاری شنیدم و البته مطمئن بودم چون کسانی که این جلسه دعوت ما رو پذیرفتن و اینجا حضور داشتن واقعا بهترینای از مترجمان معاصر ما هستن و همه دوستان قطعا از قبلم با کارهای این رفقا آشنا بودن و خونده بودن آثارشونو. مرسی، ممنون که دعوت ما رو پذیرفتین. اگر دوستی حرفی صحبتی داره ما در خدمتشون باشیم، وگرنه بیش از این وقت دوستان رو نگیریم. کسی صحبتی داره؟ ببخشید، سپاسگزارم خانم حسینی. من می‌خواستم اولا بازم سپاسگزاری کنم از شما و اینکه چقدر مشعوف شدم و لذت بردم از دیدن دوستان قدیمی و دوستان هرگز ندیده، دوستان قدیمی مثل آقای دکتر سجودی و حسین مکی‌زاده عزیز، آقای عبداللهی عزیز، علی عبداللهی عزیز و دوستان دیگر. فقط میخواستم عرض کنم که من این پیوند مربوط به اون ویدئویی رو که درباره اون شعر لوی آراگون صحبت کردم توی قسمت چت روم اینجا گذاشتم، اگر دوستان مایل بودن، اگر هم نه که کافی جستجو کنید مسعود سالاری لوی آراگون توی یوتیوب پیدا میکنید حتما. خیلی ممنونم. سپاسگزارم، مرسی، ممنون از محبتتون. دوستان دیگه صحبتی، حرفی؟ منم میخواستم با اجازهتون سپاسگزاری بکنم، هم از شما هم از جناب دکتر سجودی عزیز و خدمت مریوان عزیز عرض کنم که واقعا ما هم همینطور دلتنگت هستیم و بسیار هم از فرمایشاتت استفاده کردم، بهره مند شدم، هم سالها خب ما از کتابایی که ترجمه کردی بهره مند شدیم و در حال مشتاق دیدارت هستیم. امیدواریم فراهم بشه موقعیت. خیلی قربونت برم. مرسی از همه دوستان. مرسی، ممنون که تشریف آوردین. مرسی محمد رضا فرزاد عزیز توی سفر بود، واقعا خیلی محبت کرد، قبول زحمت کرد و ممنون که اومدید جمع انجام وظیفه کرد. عزیز خیلی ممنون از شما. مرسی. شوکا جان، دوستان آثار که در دست چاپ دارن یا آماده چاپ دارن رو به نظرم بگن که عالیه، در جریان کارا باشیم، بگیریم، بخونیم یا برای آثار جدید رو اگر زحمت نیست براشون بگن که آثاری در دست چاپ دارن. آره، ترجمه مرسی، پیشنهاد خوبیه، ولی الان چون وقت نداریم اگر دوستان لطف کنن که برامون بفرستن که ما توی صفحه پرسش حتما میذاریم و انشاءالله امیدوارم تا ماه آینده فصلنامه پرسش هم منتشر بشه که حتما از دوستان از آثارشون استفاده میکنیم تو فصلنامه
و اونجا هم به چاپ میرسونیم. شب همگی به خیر باشه. مرسی، ممنون. شکر جان، محروخ دستش رو بالا برده، شاید صحبتی بخواد بکنه. بفرمایید خانم محروخ. محروخ جان. خب شاید من اشتباه کردم. منم واقعا خیلی تشکر میکنم از همه دوستان که دعوت ما رو پذیرفتند. واقعا شب و روز بی‌نظیری رو به وجود آوردن. بسیار بسیار از شعرهایی که شنیدیم لذت بردیم. به نظرم خود تبدیل شدن این رخداد به یک ویدیو در واقع متن نیست که ماندگار خواهد موند و به زودی در صفحات پرسش و همینطور در یوتیوب منتشر خواهد شد. بزرگواری کردید، این دعوت رو پذیرفتید و بسیار بسیار از طرف انجمن پرسش و از طرف خودم سپاسگزارم. سپاس از شما استاد. مرسی. درود بر همه. سپاس از شما. مرسی، زنده باشین. ممنون. شب و روز شبتون همگی بخیر. خدا نگهدار. شب بخیر.